ببین امیرعلی، تو اخلاقت خوبه، پسر خوبی هستی، ولی آخه اسنپم شغل شده. من امشب خواستگار دارم، جوابم مثبته. درسته اخلاقش بده، خیانت میکنه، ولی تا دلت بخواد پول داره. ترجیح میدم به جای اینکه پیش تو عشق پاکت داخل پراید بشینم، خیانت بد اخلاقی ببینم ولی سوار بنز بشم. آیدا باور کن تمام سعی خودمو کردم، این پراید خریدم، چشم عروسی هم میگیرم، خونه هم اجاره میکنم، ولی تو رو خدا جواب رد به خواستگارت بده. آیدا تو رو خدا بمون، همه چیز با هم بسازیم. برو بابا، دیگه نمیتونم. امیرعلی خداحافظ واسه همیشه. الو. سلام مامان. شب آماده باش، بریم خواستگاری آرزو. چشم زودی میام. به نام خدا. من شما رو به عنوان همسر انتخاب کردم. آیا جوابتون مثبته؟ با اجازه پدر و مادرم امیرعلی رو به عنوان شوهرم انتخاب می‌کنم. جوابم بله. خیلی من خوشبختم که خدا تو رو به من بده. عاشقتم، عشقم. بریم واسه تولد. عزیزم خوش میگذره، میای برسیم به ماسکه صورت بگذاره. امیرعلی خوش میگذره. امیرعلی یه فرصت دیگه بهم بده، میخوام طلاق بگیرم، اینم شمارم روی کارت. آیدا خجالت بکش، تو دیگه متأهلی، برو به زندگیت بره. بدبخت بیچاره، از وقتی اومدیم همش نگاه اون پسره میکنی. تو خرابی، فردا طلاقت میدم، برو گم شو از زندگیم بیرون. امیرعلی خیلی بدجور حالش رو گرفتیم. آره عشقم، بزن بریم. امیرعلی زودی بیا، آیدا تصادف کرده.